خدا کمت نکنه. سلامت باشین. اول خب بسیار زیاد خوش شدم از دیدنت. کمره ما روشن است. کاکای ما دمی سخنرانی که بزرگا شیشته بودن دمی میله عنعنوی، بزرگا شعر خواندن، سخنرانی کردن، گپ زدن. ما هم گفتیم و رفیقای ما شنفتیم، استفاده کردیم، با دل جان گوش دادیم. یک قسمت گپای کاکای بسیار خوشم آمد که گفت ما آل اینجا پایوازی آمدیم در میله عنعنوی، باز از این بعد دیگه این پایواز میشه، ما چون راواز میشه، باز دیگه هر وقت میایم. این حال میخوایم یک معرفی شوم کتت. اسم ما استاد بصیر احمد صدیقی است. از ولسوالی میربچه ولایت کابل هستم. استاد هستم در لیسه میربچه خان. بسیار عالی استاد بزرگوار. پدرم معلم غلامیر نام داشت، مردم دار بود، رفیق دار بود، انسان دوست بود، خبرها را میشنید. اولین بار که رادیو در افغانستان آمد او داشت، از اوضاع جهان با خبر بود. خب باز ما اولین باری که رادیو در افغانستان آمد و خریدن، دیگه کس نخریده بود. برای اولین باری که آمد اما رادیو داشتن در قریه و قصبات ما. خب در قریه شما او دیگه با خبر بود از اوضاع و اخبار جهان. یک وقت سر رباب نمی آوردن رادیو را که یک آنتن داشت در بالا. خب باز کلگی میشنید. در دان مسجد سر میز میموندن، مردم که از مسجد می آمد از اون صندوقچه که از او صدا می برآمد مردم میشنید. ای والله شنیده بودن ولی ندیده بودن، باز دیدن. ای والله به خاطر از این میگم که چقدر صمیمیت بوده، چقدر محبت بوده. یگام دارم میگن که والله چطور شد که این از تو یک کار خیر سر زد که یعنی وقتا قدر یعنی امکانات کم و محبت ببینین که یک تا رادیو کلگی را با خبر میساخت. دیگه ما هم از اوضاع به خبر نیستم. بخیر باشین. بیایم که زیاد اینجا قصه نمیکنیم، باز یک برنامه دیگه بخیر شما تماس میگیرم. بسیار خوشم آمد گپایتان، سخنایتان بسیار ارزنده بود. استاد بزرگوار اهل قلم و اهل دانش است. استاد از تدریس کرده، بسیاری از شاگردایی را که تعلیم دادن، تحصیل دادن، یعنی یادشان دادن، الف بیره برشان جنگ دادن. امی بزرگوارا بود. حالا بیایم سر قریه کلان بولغین و میله عنعنوی توتو. امی توت چه رقم غذا بگویم، میوه بگویم، چی بگویم؟ من پیشتر عرض کردم که اگر میوه های کل دنیا باشه، این همیشه میگم مردم یک صدای من بشنون در داخل و خارج میشنون، میوه های کل دنیا باشه، اگر من بگوی یکش انتخاب که توت انتخاب میکنم. اما چرا؟ به خاطر ازی که پیشتر عرض کردم که اول درخت ازی بسیار درخت بیزامت است، نه به انبار ضرورت داره، نه به شاخچه‌بری ضرورت داره، نه به برگ زدن ضرورت داره، نه به دواپاشی ضرورت داره و نه به آبی که اگر آب برش نرسه بمره نمیمره. یک پیشتر هم عرض کردم که تمام میوه ها یک بار گل میکنن، یک بار میوه یک بار چنده میشه. این دوامدار میچینی، صبح میتکنی، بیگا پر میشه، بیگا میتکنی، صبح میشه. فقط همین توت داده میره دیگه برای پیش استاد. بله دایم سخی است، نه جوان مرد است. دیگه هیچ میوه میله نداره، توت میله داره. به خاطر یک دیگه میوه در دان هر دروازه و هر کوچه و هر خانه پیدا میشه در دکان. توت پیدا نمیشه. چه خوباری کار استاد متوجه. اما میوه ها فروخته میشه تو در بازار و دان دکان کابل میارن در موتر. میارن خو از اینجا که تا اونجا میبرنشو باسی میشه. و دیگه هر میوه را که بدون اجازه صاحبش بخوری خفه میشه. دیگه کس خفه نمیشه. های یعنی که اگر یک بنده خدا رضا نباشه، اما خوردن تو دیج لازم نیست، دیگه ضرور نیست. و روی امی دلایل و در بدترین روزها گرسنگی ملت ما را که آرد نبوده، نان نبوده، پیاز نبوده، روغن نبوده، مردم ما اینمی توت امرای آب یا چای میخوردن. امی برشان یک غذای کامل و مکمل بوده. بسیار زیاد تشکر استاد بزرگوار، خوش شدم از اینکه دیدمتان. بسیار زیاد تشکر. ان شاء الله باز میبینیم. بخیر. در خدمت. خوش باشین. بخیر باشین. خدا کمتان نکنه. بسیار تشکر. بخیر باشین.